اگر میخواستم نام پدر کفایت میکرد که امروز شما مرا به نام وزیر سبز خطاب بکنید. منبع‌های نزدیک با حکومت تاجیکستان خبر دادند که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان با یک سفر کوتاه به دوشنبه آمد اما دوباره به پنجشیر بازگشت. سه منبع از هم جدا به رادیو آزادی گفتند سفر احمد مسعود پس از 4 روز صحبت رئیس جمهوری تاجیکستان و سروزیر پاکستان در ماه سپتامبر صورت گرفته است. احمد مسعود 1.5 روز در تاجیکستان بود، گفت یک منبع باور بخش روز 13 اکتبر به رادیو آزادی. و افزود احمد مسعود با دعوت حکومت تاجیکستان آمده بود تا از او بپرسند که تا کجا برای مذاکرات با طالبان آماده است. سروزیر پاکستان گفته بود او با طالبان گپ میزند و از امام علی رحمان خواست با احمد مسعود صحبت کند. احمد مسعود برای مذاکرات با طالبان رضایت داد اما از طالبان دیگر خبر نشد. با اطلاع منابع رادیو آزادی احمد مسعود با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات نکرده با پسر او رئیس مجلس ملی رستم امام علی صحبت داشته است. مقامات در این باره هیچ خبر ندادند. جزئیات صحبت احمد مسعود دسترس نیست ولی منابع رادیو آزادی میگویند هدف اساسی او در میان گذاشتن نظرش با حکومت تاجیکستان در مورد مذاکرات با طالبان بود. نزدیکان احمد مسعود هویت ما عزت ماست. خواهران و برادرای عزیزم، من تشکری میکنم از صورتهای برادرم حرفای دلشان زدن. در قدم اول از تمام احشار، از تمام اقوام، احزاب و گروه های کامل تشکری میکنم. احمد شاه مسعود سمبل وحدت